هلو، امروز من دارم میرم دانشگاه که درس بخونم، یه ذره روی پایان نامم کار کنم. So, let's go. آسانسورمون خیلی قدیمیه، نمیدونم ولی آسانسورهای همه ایتالیا، تو ایتالیا همه آسانسورشون این شکلیه. مثل این بهم میاد. مامانم میگه که بیشتر بهت نگین میاد تا از اینا، ولی من اینو بیشتر دوست دارم. ولی خب تو زوایای مختلف که دوربینو میگیرم میبینم که خیلی زیاد مثلا به چهرم نمیشینه، ولی این به خاطر دوربینه که منو خوب نمیگیره. من خودم همیشه خوبم. آره میخواستم اینو بگم. اینجا الان خوبه. عکس بگیریم. داشتم میگفتم که امروز احساس میکنم که باید برم دانشگاه درس بخونم و از خونه ما تا دم دانشگاه 45 دقیقه راهه و همیشه من میرم یک کتابخونه دیگه درس میخونم، ولی امروز احساس میکنم که باید برم دانشگاه. چرا؟ چون وقتی که تو اون محیط و جا قرار میگیرم یه انرژی بیشتری بهم میده که بخوام کارامو انجام بدم و مصمم میشم که بیشتر کار کنم و بهترین بهره برداری رو داشته باشم. اینکه یه سری وبسایت هست اینجا آدرسشو میذارم، توی دانشگاه هم شاید بهتون نشون بدم. میتونی وارد اون وبسایت بشی، همه دارن مطالعه میکنن و فوکس میکنن روی کاری که انجام میدن. خیلی باحاله به خاطر اینکه باعث میشه که هی ذهنت دیسترکت نشه و احساس کنی که بقیه هم دارن روی یه چیزی فوکس میکنن، پس منم فوکس کنم و خیلی مؤدب و محترمانه جلوی دوربین ظاهر میشی و کارتو انجام میدی. بچه میخواستم این خانومه رو نشون بدم چقدر سنش کمه. سنش کمه، چقدر مسنه ولی از دوچرخه میخواد استفاده بکنه. آخه چقدر کیوته. فعلا داره صحبت میکنه با یکی. داشت آهنگ قشنگی میزد. یا بابا این مرده که کیسه دستشه نمیره اون بر. من بالاخره رسیدم به مترو. چرا اینجوری گفتم؟ امروز یک شنبه است. قابل توجه تمامی دوستان عزیز که اینجا شنبه و یک شنبه ها تعطیله، ولی نگاه کن من روزای تعطیلی هم دارن درس میخونم و کار و تلاش دارم میکنم. این تلاش و کوشش بالاخره در قسمت‌های مختلفی از زندگیم جواب خواهد داد. دانشگاه ما تکنیکو یونیورسیتا استودی. Oppure anche sei meno, sei più, ma per favore.
میرسیم. تو راه بودیم خوش بودیم، سوار لاک‌پشت بودیم. هرچی که به دانشگاه نزدیک بشم آشنا به صورت قطع بیشتر خواهم دید، چون اینجا ایرانی زیاده. نمیدونم چرا نزدیک دانشگاه که میشی رو دیوارا اینقدر از این طرحها کشیدن. آره خدا رو شکر. میدونی یادی چی افتادم؟ خوب شد من کارت بانکی آوردم، چون این کارت یه جورایی مال کارت دانشگاه پلیمی محسوب میشه. بعد اونو بزنی تا وارد کتابخونه بشی بدون کارت نمیتونی از اون دستگاه رد شی. خوب شد کیف پولم آوردم. همیشه کیف پولم یادم میرفت بیارم. دادا. و اینم دانشگاه ما کمپس های مختلفی داره. کمپس بهش میگن. آره یه دونه کمپسش تو لئوناردوه، یه دونه بوویزا. این یکی از ساختمونامونه که بیشتر بچهای معماری میان تو این ساختمونی مثل برق و رشته های دیگه. ساختمون خیابون بغلیمون میشه که الان نشونتون میدم. امروز خلوته. خب بله همونطور که میدونید یک شنبه است. این کافه هم بسته وگرنه خیلی وایبش وایب مثبت و خوبیه. ساختمون دیگه میره اونور. آره الان ما توی این ساختمون باید بیایم. ورود باشه کو هم به تبریک میگویم به خودم و همه. ببینیم اینجا چه خبره. اینجا معمولا بچهای معماری همه میان. این وسط چرا خالی؟ همیشه این وسط پره. خب یه شنبه است اومدی، معلومه که اینجا خالیه. خب الان میریم سمت کتابخونه. این کتابخونه‌مون BCL بهش میگن. اینجاست. آره اینجا بریم. اینجا کارتو میزنیم. استراحتمه. گفتم که بیام یه قهوه‌ای بگیرم. اینجا یه سری از ماکت‌های بچه‌هاست که بهتون نشون بدم. ما هر سری کارگاه داشتیم گاهن پیش میومد که ماکتامون میومدیم میذاشت اینجا برای بازدید. حالا بهتون نشون میدم که ببینید که به چه صورتیه. این چه باحاله. این مثلا خواسته بگه که این حالتی میشه این ساختمونا. بکنم بیشتر فوکسش روی نورا بوده. این مطمئنم که مال شهرسازیه تا معماری. چه باحال درست کردن.
ولاگ درس خوندن من تو دانشگاه بود خیلی کم بود، ولی در دفعات بعدی حتما شما رو همراه خودم خواهم آورد و تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدافظ. Boy, everybody told me you could be whatever you wanna be.